بشر توفیق بده، کسایی که پیسه‌دار هستند، کسایی که زیاد جایداد دارند، پولدار هستند، کمک میکنند، کمکایشان برای ما و شما روان کنه تا برای مردم به بضاعت ما برسه. خداوند تیم ما را که شب و روز کوشش کردن، رئیس مختار شطاری صاحب که هم خودش هم مشکلات دارد، خداوند برای صحت جان جور نصیب کنه، خداوند تیم دگام عزت نصیب کنه، خداوند خدمتگزاری به تیم نصیب بگردانه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار. همچنان یاد ما نره، همچنان مردمی که زلزله زدگان است در ولایت کنر، جلال آباد 500-600 نفر به شهادت رسیدن، اطفال، زنا، بیوزنا، خداوند شهادت از اونها را قبول کنه. 500-600 نفر زخمی مجروح هستند، در جریان هستند. دعا کنیم در حق از اونها خداوند وارم شفا بده. خداوند در دیگر دنیا که سیل آمده، زلزله شده، مشکلات های از اونها را حل بگردانه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین.